سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به خبرهای مهم این هفته از چینل کابل وقت. تن مجاهدین وزارت دفاع ملی از بخش مخابره استردریسیز فارغ شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر خبر گفته است به تعداد 33 تن از مجاهدین قول اردوها و قماندانی های عمومی طی مراسم از یک جوره سمینار ریاست مخابره استردریسیز وزارت دفاع ملی فارغ شدند. رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء در دیدار با شمار از بزرگان اهل تشیع گفت که آبادی و ترقی کشور مسئولیت عامه مردم افغانستان است و امارت اسلامی تلاش می کند تا کار به اهل آن سپرده شود. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء با نشر این خبرنامه گفته است دکتر عبدالواسع رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء با شمار از بزرگان اهل تشیع در ارگ دیدار کرده است. پنج تن در ایران بعد اتهام فروش مواد مخدر و شراب بازداشت شدند. یک منبع مدیریت مبارزه با مواد مخدر اداره پلیس هرات با آژانس باختر گفت که این افراد ناوقت دیروز بازداشت شدند. از نزد بازداشت شدگان شراب و مواد مخدر نیز به دست آمده است. تشکر از توجهتان به اخبار مهم این هفته. تا اخبار مهم هفته دیگر، الله حافظ و نگهدارتان.